پس از گذشتن مکتب یمن، محیدین کبیری اکنون از یک دانشجوی تاجیک به یک عنصر رزویدکای کشور خارجی و یک طرح مخصوص تبدیل شده بود. او باید در قدم اول با سرمایه خواجگانش در حدود اتحاد دولت‌های مشترک المنافع تجارت کلان تأسیس داده مالکیت زیاد می‌خرید. بعداً خود را به ترکیب رهبریت حزب نهضت جای می‌نمود. سپس باید رهبران اساسی این حزب را از بین می‌برد و رهبری حزب را خودش به دست می‌گرفت. جانبداران خود را در ریاست حزب جمع می‌کرد و در قدم بعدی حزب نهضت را پررز زیر نفوذ و اطاعت خدمات مخصوص کشورهای خارجی می‌درآورد و در نهایت با تشکیل تبادلات دولتی قدرت را صاحب شده تاجیکستان ما را به یک کشور تابع آن دولت تبدیل می‌داد. حادثه‌ها نشان می‌دهند که محیدین کبیری این نقشه را قدم به قدم عملی کرده. سال 2015 تا کوشش تبادلات دولتی رساند. اما به بخت مردم تاجیک این لایحه شوم در این مرحله شکست خورد و تمام نقشه های خواجگانش برباد رفت. اکنون با دستور این خواجگان از واژه اسلامی در حزب تروریستی نهضت دست کشیده زیر نام پیمان ملی نقشه و هدفهای ضد تاجیکانه آنها را عملی کردن است.